امسال شد سال 20 که معلمم. خدا رو شکر. اما میخوام توبه کنم. از تمام شاگردا و دانش آموزامم از ته دل میخوام حلالیت بطلبم. بابت سیستمی که باعث شد شما رو با هم مقایسه بکنم و سبب تحقیر شدنتون بشم. بابت اینی که وادارشون کردم چیزایی رو حفظ بکنن که نه اونا میدونستن به چه دردشون میخوره نه ما که معلمشون بودیم. بابت نمره‌های من درآوردی که به اعتماد به نفسشون لطمه زد. یادم نمیره خجالت کشیدن بچه‌ها رو تو روز کارنامه جلو پدر مادراشون. توبه میکنم بابت اینی که استعدادهای متفاوتشون رو ندیدیم و کشف نکردیم، همه رو با یه چوب و خطکش زدیم که شبیه هم بشن و آماده یه زندگی کارمندی بشن. باورت نمیشه این حرفا. برو از این 20 میلیون محصل بپرس ببین حال دلشون تو این سیستم آموزشی ما خوبه؟ خودمون چقدر از این چیزایی که حفظ کردیم زمان دانش آموزیمون به درد زندگیمون خورد؟ مگه میشه تو کشوری با این تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی از تهران تا سیستان، از خوزستان تا مشهد یه جور اداره بشه با یه نظام آموزشی؟ بابا یه جا کشاورزی غالبه، یه جا دامداری، یه جا صنعت، یه جا تجارت، یه جا خدمات اجتماعی، همه شبیه هم بودن. ببین منم مثل خودی معلمم، درکت میکنم چقدر به خاطر مسائل مالی تو فشاری، منزلت اجتماعیمونم که کمرنگ شده و آب رفته. اما بیا با هم به یه حرف حضرت علی عمل بکنیم. تو نامش به مالک گفت مالک هیچ وقت نگو مأمورم و معذور، تابع و پیرو حق باش. دمت گرم خانم معلم، آقا معلم، اگه بچه‌ها شخصیت میدی، اجازه میدی بدون هیچ خط قرمزی فکر بکنن، حرف بزنن و پای دلشون میشینی، دل میدی به دل بچه‌ها، درکشون میکنی، اشتباهی هم ازشون دیدی نادیده میگیری، تغافل میکنی، عزت نفسشون نمیذاری خورد بشه. دمت گرم اگه این باور رو توش زنده میکنی که با همه این مشکلات میتونه به همه آرزوهاش برسه، استعداداشو بارور بکنه و کشور عزیزشو بسازه. دمت گرم که مثل پدر مادرش قند تو دلت آب میشه، بفهمی یه روزی از تو موفق تر شده و جلو زده. همه ما از این معلم‌ها داشتیم که معلمی شغلشون نبود، عشقشون بود. روز همشون مبارک.